داری و نه من، هوس منزل لیلا نه تو داری و نه من، جگر گرمی سرانه تو داری و نه من، هوس منزل لیلا نه تو داری و نه من. دیگر از یوسف گم گشته سخن نتوان گفت، دیگر از یوسف گم گشته سخن نتوان گفت، دیگر از یوسف گم گشته سخن نتوان گفت. تپش جگر گرمی سرانه تو داری و نه من، هوس منزل لیلا نه تو داری و نه من. سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم از هر جایی که هستین جور صحت و سلامت باشین و از شما بسیار تشکر میکنم از اینکه ویدیو رو برای دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا از استاد ناشناس عزیز می باشه که به انتخاب یکی از عضو ممبرشیپ ما به نام حمیدالله جان همدرد این ویدیو آماده میشه. در شروع ویدیو میخوایم از تمام شما دوستای بسیار نازنین سپاسگزاری کنیم به خاطر کامنت های زیبایتان. برای اینکه شما ویدیوها رو لایک میکنین، این ویدیوها رو میبینین و امیدوار هستم که این کانال رو شیر کنین با دیگه دوستایتان تا کلیگی دوستایی که ضرورت دارن به همون ویدیوها این ویدیوها در دسترس داشته باشند. و همچنان ما یک تشکری بسیار خاص دارم از دوستای ما که عضو ممبرشیپ ما هستن و همچنان از دوستایی که از ما درس‌های آنلاین میگیرن. میریم دوستای عزیز این آهنگ زیبا رو شروع میکنیم. هوس منزل لیلا نه تو داری و نه من، جگر گرمی صحرا نه تو داری و نه من. شاعر از این اقبال لاهوری می باشه و کمپوزش نوشته بود کاپی. من نمیفهم که از کی است که کاپی شده، این معلومات ندارم. شما اگر دارین دوستای عزیز لطفاً ما را همچنان در جریان بانین. این آهنگ زیبا مربوط تات کافی می باشه، یعنی گا و نیش در این آهنگ کومل و یا فلت هستند که ای در موسیقی بین المللی اروپایی به نام دوریان مود یا اسکیل یاد میشه می اسکیل. و البته در این آهنگ هر دوی نی و هر دوی گا استفاده شده که مربوط تات کافی است. دوستای عزیز میریم و آهنگ شروع میکنیم. اسکیلش ما یک بار نشان میتم. سا ری کا ما پا دانی سا سا نی دا با ما گا ری سا. که در این آهنگ اردو گا و اردو نی استفاده شده. هوس منزل لیلا نه تو داری و نه من، هوس منزل لیلا نه تو داری و نه من، جگر گرمی سرانه تو داری و نه من، هوس منزل لیلا نه تو داری و نه من.
شما دیدین دوستای عزیز که ما ای گرم استفاده کردیم، ادو گر استفاده کردیم و همچنان ادو نید استفاده کردیم. آهنگ از اینمی سی ماینورس کورد شروع میشه و آهنگ از پا شروع میشه. هوس منزل لیلا نه تو داری و نه من. فلل هوس منزل لیلا نه تو داری و نه من. جگر گرمی سران تو داری و نه من. هوس منزل لیلا نه تو داری و نه من. امی آستای آهنگ بود دوستای عزیز. میلودیش هم از شد شروع میشه. البته در میلودی شما ببینید دوستای عزیز که کامل دم همچنان استفاده میشه در میلودی. شما ببینید مال امرای یک انگشت میلودی رو می نوازم. انتریش دوستای عزیز از سی میجر کورد شروع میشه و از شدگه انتر شروع میشه. دیگر از یوسف گم گشته سخن نتوان گفت. دیگر از یوسف گم گشته سخن نتوان گفت. دیگر از یوسف گم گشته سخن نتوان گفت. تپش خون زله تپش خون زلیخا تو داری و نه من. هوس منزل لیلا نه تو داری و نه من. امرا یک انگشت. دیگر از یوسف گم گشته سخن نتوان گفت. دیگر از یوسف گم گشته سخن نتوان گفت. دیگر از یوسف گم گشته سخن نتوان گفت. تپش خون زله منزل لیلا نه تو داری و نه من.
دوستای عزیز، امیدوار هستم که شما با بزرگواری خودتون کاستی های ویدیو را ببخشین. ما بسیار کوشش کردم که بهترین امکانات برای شما میسر بسازیم، یعنی به شکل بسیار آهسته و به شکل بسیار ساده و به زبان بسیار عام‌فهم خواستم که تشریح بدم. امیدوار هستم که براتون جالب بوده باشه. دوستای عزیز لطفاً شما وقتی کامنت میگذارین در کامنت ها بنویسین که از کدام مملکت شما یعنی در کجا زندگی میکنین. برای من مهم است، من میخوایم بفهمم که این ویدیوها در کجای از دنیا دیده میشه. لطفاً موقعیت خود برای ما در کامنت ها بنویسین یا پست کنین. ریتمی که در این آهنگ استفاده شده دوستای از این 6-8 تایم سیگنچر می باشه. میریم و در داده ما ایره تمرین میکنیم. حواس منزل لیلا نه تو داری و نه من، حواس منزل لیلا نه تو داری و نه من، جگر گرمی سرانه تو داری و نه من، حواس منزل لیلا نه تو داری و نه من. دیگر از یوسف گم گشته سخن نتوان گفت، دیگر از یوسف گم گشته سخن نتوان گفت، دیگر از یوسف گم گشته سخن نتوان گفت. تپش خون داری و نه من، حواس منزل لیلا نه تو داری و نه من، جگر